20 اکتبر در کوه سومون در دوشنبه جلسه خدمات مخصوص تاجیکستان، روسیه، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان و قزاقستان دایر شده. اشتراکچیان این نشست وضع افغانستان را بررسی کردند. آنها گفتند وضع افغانستان مرکب باقی مانده، عملهای تروریستی و دیگر عملهای خشونت‌آمیز با قربانی زیاد آدمان ادامه دارند. در اظهارات گفته می شود که در حاشیه روند تشنج وضعیت تمایل جلبسازی جوانان منسوب ملت‌های گوناگون به سازمان‌های بین‌المللی تروریستی جای دارد. سازمان‌های بین‌المللی تروریستی برای موجودیت دولتداری در افغانستان خطر ایجاد می‌کنند. اشتراکچیان جلسه همچنین اهمیت و ضرورت تشکیل حکومت فراگیر را با نظر داشت منفعت‌های همه گروه‌های قومی، اجتماعی و مذهبی ذکر کرده خواستند تا برای به اعتدال درآوردن وضعیت افغانستان امکانیت تشکیلات بین‌المللی که اشتراکچیان جلسه عضو آنها میباشند استفاده برده شود. نشست خدمات ویژه 6 کشور در دوشنبه در حالی است که روز 20 اکتبر در پایتخت روسیه وضع افغانستان در فرمت مسکو برگزار می شود. بنا به خبرها روسیه به این نشست در برابر نمایندگان طالبان، رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی و رهبر سابق شورای عالی مصالحت دکتر عبدالله را نیز دعوت کرده است.